مرتضی این جوجه آماده است. بلند شو اینجا شانست غذا تو میده. بلند شو با من بیا. نشسته واسه من جوجه منتظر جوجه است. سلام علیکم. سلام. خب خوش اومدیم به جنگلی جدیدمون. اینجا جنگلی نیست ولی مینی کمپ شهریه. یه مسابقه آوردیم واسط آقا احسان. بچه‌ها مسابقه نیست، شانسه. شانست باید بیاد وسط. من شانس دارم. خب الان دیگه بحث منگل شانسیه. میدونی منگل شانسی چیه داداشم؟ نه والله. بچه‌ها منگل شانسی آوردم واسهتون عشق. آقا ما 3 تا بخش داریم بچه‌ها. منگل شانسیمون اینجوریه که شانشیمون. مسخره نکن بلند شو. آقا تو منو آوردی اینجا جوجه بزن، قرار نبود جوجه نیست، ویدیویی بگیریم. بوی جوجه کشوندم. ببین جوجه تو شانست نشسته. اگه شانس خوبی داشته باشی میتونی جوجه بخوری، اگه شانس گویی داشته باشی میتونی بادمجون سیاه بخوری. چی شد پس؟ حله. بچه‌ها 3 تا بخش داریم ما اینجا. 2 تا سیخ داریم کلا و قراره که غذا بپزیم و یه سیخ واسه توه، یه سیخ واسه من. 2 تا سیخ. نه از اون سیخا نه بچه‌ها. سیخ غذا، کباب تو نظرتون باشه. یه سیخ تو داری، یه سیخ من. شانست بهت میگه که تو سیخ چی بزنی. آیا فیله بزنی یا اینکه بادمجون سیاه بزنی با فلفل دلمه‌ای. جونز. خب بس به طبیعت الان یه نفرمون قراره که انتخاب کنه چیزایی که موند برای یکی دیگه بمونه. درسته؟ دقیقاً. یه نفر ببین اینجوریه که کلا شانست اینجوری نشون میده که تو میری اونجا پشت تو به من میکنی، من 2 تا چیز ور میدارم، یکشو مثلا میگی راست یا دست راستم یا دست چپم. اونی که دیگه شانسته دیگه، هر چی من خب بذار اینطوری بگیم، تو اینجا به من یه کاری کردی که من یکم نامردی خوردم، بس خودت هم میری میشینی اونجا آیتما رو بس اون موقع انتخاب میکنی. چی نامردی خوردی؟ از نامردی خوردیم ما والا. به من گفته بیا بریم جوج بزنیم، جوجه بخوریم، یکم بشینیم حرف بزنیم. آره جوجه تهش بتونی این گره چی؟ بادمجون سیاه و سیخ بزنی. عمویی ببین شانست دیگه. الان شانست مونده که فیله بخوری یا بادمجون سیاه بخوری. میدونی من خدمت تو چند ماه تموم کردم؟ 2 ماه پادگان، 1 ماه خونه. 2 سال و من 3 ماه شانس تموم کردم. این که دیگه شانسی از شانس به جای دیگه آورده این. ولی واقعا نگاه نکنین پوستش سیاهه، خودش سفیده. تو ویدیو قبلی کونشو به ما تحتشو به ما برگردون. میدونی که از چی میترسم بچه‌ها؟ خودم آوردم میترسم این به خودم قسمت شه. از این میترسم قرار قسمت بشه. آقا دیگه سرتون رو به درد نیاریم، بریم سراغ بخشای جالبمون. حرفی حدیثی از شانست بگو بچه. ایشالله که جوجه رو میخوریم و میریم. برو بریم. چه اومدیم؟ من که میدونم اون فیله به اسم منه. خدا جونم. ببین من خودم میدونم فیله داشت داد میزد. برو بریم. این ویدیو کانسپتش برای این آقاه. برای من قراره که اینجا شاهی کنم. خب بچه اینجاست شاهش. الان قراره که من چپ و راستم و با آیتم هایی که میتونه باشه پر کنم و مرتضی با گفتن راست یا چپ آیتم رو انتخاب کنه. ببین حس من حس شیشم نیست. حس من بچه ها حس 85. یعنی ببین فیله میدونم کجاست الان. دقیقاً شاید بهت فیله برسه، شاید هم پوچ بشه. من نگاه نکنم میدونم فیله کجاست. با اینو مطمئن باش. دقیقاً فیله به اسم من نوشته بابا. ولی من بهت میتونم اینو بگم برو که بریم که بی صبرانه میخوام فیله بخورم. برو بریم. خب آقا مرتضی انتخاب کن راست یا چپ. بله خب بذار یه الهام بگیرم از طبیعت. ببین تو ویدیو میبینم ها یه جرزنی کنی میام پدر تو میسوزونم ها. پدر تو در میارم. بگو جرزنی نداریم. چپت. ببین جرزنی بکنی ببین سمت چپ بچه‌ها جرزنی کرد شما هم بگین. چپ کی در اومد دیگه اونو بعدا میبینی. خیلی آقا تو انتخاب کن. بازم آیتم دوم حداقل بدو ادویجاته. بگو مثلا فلان نمیگونم سوسیجاته. سس بروزنه. سوسیجاته. سس بروزنه. از طبیعت الهام بگیرم. سس بروزنه.
سس بر وزن شعر. آفرین. شعر. بیت. تمرکز میخوام بکنم. وایسا از طبیعت الهام میگیرم. از طبیعت خیلی داری الهام میگیری یا راست. این یکی راست. این یکی راست. ببین احسان زنی کنی یعنی ببین دیگه خودت میدونی دیگه. باره نداره. حله. ولی خدا وکیلی نگاه نمی کنم، اینو مطمئن باشی. انتخاب کن. این سری از وجودم الهام میگیرم. از کجای وجودت؟ راست. آره فیلست بابا، این فیلست من میدونم. انتخاب کن. من میدونم شاه شاهان اینجا نشسته. کلت خیلی داری میاری عقبا. میدونی مشخصه باش. خب دوباره انتخاب کنم اگه تموم نشه؟ نه دیگه داریم. 3 تا انتخاب بود دیگه. داریم نه. خدا وکیل اون یه از اضافه ها رو میخواد بکنه تو پاچه من. نه والا. به خدا. خاک ماک ور نداری یا خاک نداری ما؟ نه. از آیتماس. سنگ علی است. راست. اینم راست. میتونی برگردی و نگاه کنی. یا خدایا به امید خودت. بچه‌ها ببینیم چیکار کردم. خب کدوماش مال منه کدوماش؟ این ردیف برای تو، این ردیف برای ماست. بابا ولم کن. بادم جوسیا چرا واسه من در اومده؟ عوضش جوجم داری دیگه. بادم جوسیا چرا آخه؟ قشنگ باش میدونی چی میتونی درست کنی الان؟ وای فلفل دلمه و سس مرغ. این میدونی یعنی چی؟ این میدونی یعنی چی مثلا؟ پشمام سرکه و مرغم واسه من در اومده. دقیقاً. بابا جمعش کن. عوضش نمک داری. به خدا جایزنی کردی. من به خدا یه حرکتی زدی. آقا ویدیو هست. ببین کاتمات نکنی یا یه حرکتی من نامردی میکردم اینو نمیدادم بهت. باشه ولی خب سرکه و بادم جوسی هم میدادی. دیگه اینم خودت انتخاب کردی. اونو واسه رد گم کنی گذاشتی اونجا. چیو؟ بادم جوسی ها، سرکه و فیله. نه همش برای خودت. اینا رو خودت انتخاب کردی. باش. من که تو زنارم. 4 تا آیتم من 3 تا آیتم داداش. انگار نمیدونم. انگار داری با پنز میری ته افغانستان. به این پنز اینا افغانستانه. بابا تو رو خدا یکشو کم کن. 4 تا آیتم. این 4 تا آیتم قرار نیستش کمش بره. این قرار مزه بده به توجت. این قرار مزه بده به این دوتا. خدا سس مرغم نه سرکه. آخه مسئله اینه من سس مرغ قراره بزنم به این. من اصلا بدبختم تو این ای من ریدم تو منگل شانسی بابا ولش کن. میدونی چیه خوبی؟ میخوای یه کاری کن آقا این ویدیو رو کلا نذاری ما. اگه از اون ویدیو رو بزن تو ساخت غذا. با بچه‌ها خیلی خوش اومدین یه طبیعت ساخت غذا با محدود وسایل محدود. آره نظر. آره بابا من بیمارستان نمی‌کنم. ضرره دیگه آخرش ضرره. دوتامون هم باخت دادیم. حداقل یکیمون میبرد میگفتم که بردیم. آقا برو بریم ببین میخوام یه غذایی درست کنم با اینا حسودیت بشه. آشپزیش با منه. حسودیت بشه. غذا آشپزیش بشه. حسود. گو خدا. خداحافظ بچه‌ها بریم واسه منگل شانسی.
بچه دیگه خیلی ناراحت شد به خاطر اینکه سرکه خیلی رید تو غذاش. بعد یه دونه بریم یه دونه سرکه سوسی هم جوجه بزنیم دیگه. تا اینجا اومدیم حداقل زجر رو قراره بکشیم، یه چیزی هم باشه که اینو بشوره ببره. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Always alone. به بخش خوردن و امتیاز دادن که بچه‌ها من خیلی واقعیتش میدونی دو سرباخ شد ویدیو. من برنامه چیده بودم که رودای احسان رو درست کنم، نگو الان رودای من قرار درست شاره. دوتامون هم فکر کنم بریم یه دستشوی عمومی پیدا کنیم تو خونه رامون آقا نمیدن. ناموسن یه لحظه نگاه کنین این کیه؟ این کیه؟ ها کبابی هم شده ولی خب این مال چیه؟ تو خوبه، مال تو خوبه، مال منو نگاه، مال منو نگاه. زغاله برو بابا اونو من 50 بار میخورم. عوض کن. برو فقط یه ذره ترکیباتش گوه بچه‌ها. بخشن البته سرکه، بادمجوزی ها، فیله. آخه من دهنی تو رو کپ میگرفتی دیگه. ویدیو رو تو درست کردی، ویدیو رو تو درست کرد. آقا بریم بخوریم نظرمون رو بگیم. زنده بودیم این ویدیو میاد بیرون دیگه. اگه شما دارین این ویدیو رو میبینید حتما مطمئن باش که ما زنده ایم. ها؟ بله. دیگه چی کنیم؟ چه خب. کنیم؟ وای پشمام خوبم پخته نشده. این سنگ دهن سرویس. خوب میپختی خب. آجی من بعد این مطمئن باش میرم همون دستشویی، میام آمبولانس. زنگ بزن آمبولانس. به سلامتی. وای آجی نمیتونم قبول کنم. خیلی بوی سرکه میده. اصلا این فیله نیست. فکر کنم واسه سرکه فیله زدی دهن سرویس. وای خودت خوبه، حالا خودت درست کردی. آجی من نخوریم بهتر نیست به نظرت؟ یه دو چهار تا کن. اومدیم ول کنیم کنم باسنمون پاره میشه دیگه. باریجم. وای آجی آقا بزنیم دیگه. پشمم از رو سیخ در نمیاد. دهن داداش سرویس. از سب کن این با این میره، اینم بخور با هم. بله بابا برو. چیرز. بزن چی یه بویی میده ناموسا. واقعا فیلم بازی نمی‌کنم. یه بویی میده. بیا و ببین. چی شد؟ تو هنوز به اونو قیافه رو گرفتی؟ چی ولمون کن. ریدم تو منگل شانسی. این آدم میومدیم کمپمون رو میگرفتیم دیگه. قمشو برو یه دوتا جوزه بزن بخور. من نمیتونم تکی بخورم. تکی نمیتونم بخورم. دوتاشم باید بخوری خفه شو. بابا من بادمجوزی همینجوری مشکل دارم باش. فلفل تافی خالدونم رفت. فلفل تافی خالدونم من خفه شو. میدونی چی دارم میخورم؟ زغال. بادمجوزی ها انگار زغالن ولی فیله ها خوبه. ولی خدا وکیلی خیلی خوب شده. داری واسه این فیلم بازی میکنی؟ ولی بادمجوزی ها خیلی خوب. بخور. باید بخوری. من از موضوع خوردم. باید بخوری. بخور.
یالا مال من جزا بود، مال تو خوشمزه است. مال تو بازم یا قابل بس. تحمله. او حاجی مال من گاد خداست. بیا ببین چطور میخوره، انگار چیپس داره میخوره. بخوری مال منو میخوردی دیگه. گاده دلتون نخواد. یه دقیقه اوف حاجی واقعا یکی باید بخوریم اینا رو دیگه ببره باید پایین. اینا رو با هم میشستیم، گفتیم یه حیفش نکنیم همشو. بیا غذا تو باید کامل بخوری بعد بریم این یکی ها. آره بخورش. این دوتا رو نمیدم بهت. داداش به زور نیست ولی اینا رو باید تمومش کنیم. تو اینو گاز زدی تموم حداقل نکردی. اون یه دونه رو باید تو بخوری. اینو گاز زدی تموم اون که نکردی. مجازات توه به من چه منگل شانسی توه. اون یه دونه رو باید بخوری. حداقل یکیشو باید بخوری. من اینا رو بخورم این دوتا رو هم میخورم. باش. نه اون یه دونه باشه نه تمام. یه دونهشو. یه دونهشو باید کامل بخوری. اونایی که انداختی بیرون اینم من خودم یه دونهشو بخورم. من میخورم ولی پاره تو کمپی تو جنگلی بخور پشمام دست زدم به غذا ببین چجوری شد دستم. پشمام زغاله چجوری؟ خونت پاره است. نه خبر باشه. ببین من گفتم خدا بالا سرمه فیله در میاد واسم. بفرما ویدیو کانسپتشو انتخاب میکنی میاری مزه بد به ما میفته. این چی ویدیویه؟ منگل شانسی همینه. شانست اینو انتخاب کرد به من چه؟ اینطوره. آره ویدیو بعدی کانسپتش با داداشتونه. چیکار میخوای بکنیم اگه؟ میبرم وسط جنگل. اینجا نماد کمپی در میاری، ادای کمپرا رو میبرمت وسط جنگل بدون آب و غذا ولت میکنه. اینجوری هست؟ آره. باشه هرکی نبره. آره اینا رو تست کنی؟ آقا بریم دیگه یه ذره مزه بخوریم اینا رو بشوره ببره ناموسه. جاتون خالی. جا خالی سر سلامتی. آها جاتون خالی بچه‌ها. ببینیم چی طعمش جاش چجوریه. خالی؟ جا من نمیاد بابا. چجوریه؟ خوبه. دلتون نخواد. دلتون واقعا نخواد. بابا اینا خیلی خوبن. ببین اصلا 100% فرق دارن. ببین اینجوری سرکه برگشت. کارشو کرد. سرکه حالا یه غذای درست حسابی هم خوردیم. خوردیم. خدا اونایی که نداره برسونه بهشون، ولی خب بعد اینو بخوری کاری نمیکنه. بازم معده ها. اونا رو باید بخوری ها. اونا رو تو گاز زدی. نه یه دونه شو بذار اومدیم که. خب آقا احسان چه جوری بود این کمپمون؟ منگل شانسی چه جوری بود؟ از فلفل دلمه‌یا بگو. واقعا خیلی راضی بودیم. مرسی، دستتون در نکنه. تو ویدیوهای بعدی جبران میکنیم هستم در انشالله. خدمتتون داداش. هستم بعد. وسط جنگلمون. خب این ویدیو که انجام دادیم میشه گفت یه مینی کمپ آره با یه مینی تم کمپه. منقل شانسی بود. آره ایشالله ویدیو بعدی خدا یه کمپ درست بخواد حسابی یه کمپ بریم. درست حسابی میریم. حتما ویدیوهامون رو دنبال کنین. امیدواریم لایک، که خوشتون اومده سابسکرایب باشه دیگه. یادتون نره. یا حالا ویدیو مینی کمپ بود به گفته ما احسان. بدبختیم، ما بیچاره‌ایم، ما ما رو طرفداری اسکلیم. کنین، سابسکرایب کنین. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها. تا ویدیوهای بعدی خدافظ. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always